من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله. ابتداءً ربط این سوره مبارکه با سوره گذشته سوره کهف اینه که در سوره کهف پاسخ دادن بسیاری از شبهات را و از اشکالات را که درباره الوهیت بود در رابطه با جریان اصحاب کهف، موسی و خضر، ذوالقرنین، جنات. در این سوره هم ادامه پاسخ به شبهات است، چون که در این سوره شبهاتی در رابطه با زکریا علیه السلام و شبهاتی درباره عیسی و مریم علیهم السلام پاسخ داده میشه، جواب داده میشه. پس گویا این سوره کهف متمم هست و مکمل هست سوره مریم برای سوره کهف. اون پاسخ شبهات بود درباره الوهیت، این هم ادامه همون پاسخ هست. زکریا اگر در سن پیری صاحب فرزند شد ما به او دادیم. عیسی ابن مریم بدون پدر متولد شد ما او را به وجود آوردیم، پیدا کردیم. پس اشکالات الوهیت با این جوابها حل میشه و جواب داده میشه. از آنجایی که این بحث ها در سوره آل عمران خوانده میشه، انشاءالله به توضیح مختصر و به ترجمه بسنده میشه که مقداری عقب هستیم. کاف ها یا عین صاد از متشابهات است، الله اعلم بمراده. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. ذکر رحمت ربک این خبر مبتدای مقدر است. هذا ذکر رحمت ربک، این ذکر رحمت ربت هست بر بنده اش زکریا. عبده مفعول است، بر بنده اش زکریا. اذ نادى ربه، از ابتدا مسلک این پیامبر را بیان کرده که در حاجات خودش از رب خواست. اذ نادى ربه نداء خفیا، زمانی که ندا کرد ربش را ندای آهسته. ادب دعا همین است، آهسته باشد. واذکر ربک تضرعا و خفیه و خیفه هم آمده. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. این تفسیر ندا هست. نداش چی بود؟ بار الها إني وهن العظم مني، همانا من پیری
مرا ضعیف کرده. وهن العظم منی، سست شده استخوانهای من. و اشتعل الرأس شیبا، مشتعل شده یعنی در بر گرفته سر من را هم پیری، یعنی موها سفید شده. اما با وجود این از دعایت، از دعا من محروم نمیشم. ولم اکن بدعائک رب شقیا، نمیشم به دعایت، اصلش از به دعای ایاک، به دعایم تو را، این که تو را بخوانم محروم نمیشم، یعنی تو را میخوانم، خودم را محروم نمی کنم. و انی خفت الموالی من ورایی، من میترسم از خویشاوندانم پشت سرم. خویشاوندان بعضی میگویند مفسرین که ناصالحی داشت. موالی هم به خویشاوندان گفته میشه، هم به پسرعمو گفته میشه. پسرعموهایی داشت که از اونها احساس خطر میکرد بعد از زکریا اونها مردم را به سوی کفر و شرک ببرند، به طرف بیدینی. لذا میخواست که وارثی داشته باشد که دیندار باشد و بر مسیر دین. و انی خفت الموالی من ورایی، ای وراء موتی جلالین گفته. من میترسم از خویشاوندانم که پشت سرم هستند، اما از طرف دیگر امید به اولاد نیست. و کانت امرأتی عاقرا، مانع دوم، زنم هم عاقر هست، نازا هست. لذا الان که بدون من یک سبب، یک مانع پیری من هست، وهن و ضعف من است. مانع دوم نازایی زنم هست، این موانع هست. ولی دیدم که مریم را بدون موسم غذا میدی، میوه میدی، پس میدونم مرا هم میتونی بدون موسم بدی، بدون شرایط، بدون اسباب. فهب لی من لدنک ولیا، بنویسی بدون اسباب عادیه. پس به من ببخش بار اله از جانب خودت ولی، ولی که یلی امری، متولی امور من بشه بعد از من. یرثنی و یرث من آل یعقوب، وارث من بشه و وارث آل یعقوب. ببین هر جا ارث انبیاء مشخصه، فی العلم لا فی المال، و الا از آل یعقوب چه ارث مالی میبرد؟ پس در علم، در دین وارث من بشه و وارث آل یعقوب بشه. وجعله رب رضیا، بار اله اون فرزندی که به من میدهی او را هم مرضی بگردان که از رو راضی بشی. وقتی که این دعا را کرد اجابت ربانی، یا زکریا، ای به وسیله ملائکه ندا کرد الله، اجابت ربانی به وسیله ملائکه. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ای زکریا ما مژده میدهیم تو را به پسری که اسمش یحیی است. اسمش را هم الله گذاشته و می فرماید لم نجعل له من قبل سمیا، ما قرار ندادیم برای این قبل از این سمی. سمی دو معنا میتونه داشته باشه، یکی هم نام هم اسم. تا به حال به این نام کسی نبوده یحیی. و یکی دیگر سمی به معنی هم صفت، صفاتی که ما به یحیی میدهیم. و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برا بوالده، صفاتش در همین آیات ذکر شده. صفاتی که ما به او میدهیم، هم صفت او کسی را قرار ندادیم. لذا چنین فرزند با کمال به تو میدهیم ای زکریا. لذا قال رب انا، بنویسی مطالبه کیفیت، یعنی اعتراض نیست، مطالبه کیفیتی میخواد کیفیت را بدان زکریا. قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا، بار الها به چه کیفی، به چه صورتی برای من بچه پسری میتوانه باشد. و کانت امرأتی عاقرا، زن من نازاست. و قد بلغت من الكبر عتیا، من خودم از پیری به فرتوتی رسیدم. عتی
فرتوت شدم، ضعیف و ناتوان شدم. به چه کیفیت؟ آیا جوانی میاد، تجدید فراش هست، دستور دیگه هست؟ الله جواب داد قال كذلك، در همین حال، همین طور که پیر و فرتوتی، همون طور که اون نازا است. قال ربك هو علی هین، رب گفته این بر من آسان است، در حالی که وقد خلقتك علت، همانا تو را ای زکریا الله آفرید من قبل از این ولم تک شیئا، تو چیزی نبودی. وقتی که کیفیت معلوم شد الان عجله دارد، مستعجل پیامبر خدا. نشانی چیه؟ ربا قال رب اجعل لی آیه، بار الها برای من آیهی، علامتی قرار بده. این مطالبه علامت است. قال آیتک، تشریح علامت. قال آیتک الا تکلم الناس، نشانیش اینه، آیتت اینه که الا تکلم الناس 3 لیال، سخن نمیگویی با مردم 3 شب. سویا به معنی سالم، یعنی 3 شب مریض نمیشه، تب نمیشی. سویا یعنی سلیم الجوارح، جوارح سالم، تندرست، برابر، ولی نمیتونی صحبت بکنی. لذا موعد رسید، زکریا دید که نمیتونه صحبت بکنه. فخرج على قومه من المحراب، بر قوم خارج شد در مسجد الاقصی. من المحراب، از محراب میگه عبادت خانه خصوصی، برای هر یکی از عابدان یک عبادت خانه خصوصی بود. وقتی نمیتونه صحبت بکنه، خب داعی بود، دعوتگر بود، مبلغ بود، لذا به مردم اشارتاً گفت که اعمال را انجام بدید، ذکر و تسبیح بکنید. فاوحى الیهم، اوحى یعنی اشاره کرد به سوی آنها، ان سبحوا بکرة و عشیا، اینکه تسبیح و حمد رب را بگویید صبح و شام دائما. خلاصه الله تعالی یحیی را به زکریا داد. اینجا اندماج است. 3 روز دیگه نتونی صحبت بکنه، یحیی متولد شد، بزرگ شد. الان که بزرگ شد الله تعالی او را به پیامبری مبعوث کرد. میگویند یحیی و عیسی همزمان در شکم مادر بودند و ماهایشون یکی بود. در همین زمان که الان داستان مریم و عیسی شروع میشه، الله عزوجل عیسی را به مریم داد. بعد بیشتر مفسران گفتن 6 ماه فاصله داشت. یحیی علیه السلام 6 ماه بزرگتر است. بعد از 6 ماه عیسی متولد شد. خب یا یحیی خذ الكتاب بقوه، ای یحیی کتاب را با قوت بگیر. منظور از کتاب تورات است. اینا همه بر نبی بودند، بر دین موسی بودند. بقوت، با قوت یعنی با همت، با جد و اجتهاد. و آتیناه الحکم صبیا، الله می فرما ما حکم یعنی نبوت را در سباب او دادیم، در کوچکی دادیم. و حنانا من لدنا، و مهربان بود یعنی دارای رقت بود از جانب ما. این صفات یحیی هستند. و زکاتا، و پاکیزگی داشت در اخلاق پاک بود. و کان تقیا، و انسان متقی و با خدای بود. تقیا در حقوق الله، حنانا من لدنا در حقوق العباد، نسبت به بندگان مهربان، نسبت به خدا ترس. و برم بوالدیه، نیکی کننده نسبت به پدر و مادر. این حقوق العباد و حقوق والدین است. ولم یکن جبارا عصیا، و نبود ستمگر و نافرمان، یعنی بدخو، گناهکار، عاصی نبود. و سلام علیه، این تکریم یحیی است. و سلام علیه، سلامتی بر یحیی. یوم ولد، روزی که متولد شد. و یوم یموت، روزی که از این جهان می رود، موت بر او می آید. و یوم یبعث حیا، و روزی که دوباره زنده میشه به عنوان
مبعوث میشه، به عنوان یک انسان زنده در محضر الله حاضر میشه. در همه این صورت ها سلامتی از هر آفت، از هر مصیبت. به هر حال این داستان پیدایش یحیی است، این به حکم الله است، نه اینکه زکریا از خود اختیاری دارد. زکریا زاری میکند، تضرع میکند. و همچنین داستان پیدایش عیسی، اینا هر دو عجیبه. واذکر فی الکتاب مریم، این شبهه درباره ولادت عیسی. یاد کن در کتاب مریم را، اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، وقتی که دور شد، انتباز فاصله گرفتن از اهلش در مکان شرقی. فاتخذت من دونهم حجابا، اینجا مفسرین گفتن دور شد به خاطر چی؟ به خاطر استحمام، به خاطر شستشو، شستن خود از ناپاکی، از مریضی حیض، ماهواری. فاتخذت من دونهم حجابا، بغیر از اونها حجاب گرفت، یعنی فاصله از قوم، وراء قوم، جدا از قوم حجاب گرفت، یعنی در یک جای رفت پرده کرد اطرافش و اونجا خودش را شست. فارسلنا الیها روحنا، ما فرستادیم به سوی او روح خودمان را، یعنی جبرائیل امین را، روح الامین. فتمثل لها بشرا سویا، متمثل شد مثل و به شکل بشر برابر، کامل یک بشر، یک انسان. وقتی که در اونجا دید، مریم فکر این سوء نیت داره، اینجا که من تنهام، یک مرد پیش من آمده، لذا او را از خدا ترساند و به خدا پناه برد. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، من پناه میبرم بالرحمن، به اون ذات مهربان از تو. ان کنت تقیا، اگر تو متقی هستی، اگر تو خدا ترسی، از من فاصله بگیر، من پناه میبرم. اما جواب جبرائیل، قال انما انا رسول ربک، جزی نیست که من فرستاده ربت هستم، لأهب لك غلاما زکیا، تا که ببخشم بهت پسرک پاکی، پسر پاکی ببخشم بهت، که عیسی علیه السلام باشد. اینجا او هم تعجب میکند، یا مطالبه کیفیت است که مرا که مادرم وقف کرده برای مسجد الاقصی، رب که میخواهد از من پسری پیدا بشه، به چه صورت؟ من که تا به حال نزدیک هیچ انسانی نرفتم، منظور اینه آیا به من دستور میده ازدواج بکنم؟ قالت انا یکون لی غلام، گفت به چه صورت برای من غلامی، برای من پسرکی میتونه باشه؟ ولم یمسسنی بشری تا به حال مرا دست نزده، ولم اکو بغیا، من انسان بدکاری هم نبودم. قال کذالک، این چنین، یعنی بلا لمس بشر، بلا مس بشر. قال ربک هو علی هین، ربت گفته این بر من آسان است. ولنجعله آیة للناس و رحمة منا، تا که بگردانیم این را، یعنی این پیدا شدن پسر بدون پدر را، آیه و نشانی برای مردم، و رحمت منا، و رحمتی از جانب ما، و کان امرا مقضیا، این امر فیصله شده ای هست، امر فیصله شده ای بود، فیصله کرده بود الله تعالی. بنابراین فحملته، جبرائیل امین نفخ دمید در گریبان او، این دمیدن و نفخ جبرائیل سبب حمل شد. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، حمل کرد او را، یعنی حامله شد. فانتبذت به، دور شد با او در یک مکان دور، قصیا دور، فاصله گرفت. وقتی که حملش زیاد شد دور شد.
فاجاءها المخاض. الله می فرماید مخاض او را آمد، یعنی درد زه، درد ولادت. الى جذع النخله، به کنار تنه درخت. اونجا وقتی که درماندگیش را دید و همچنین این بدنامی که بناس برش بیاید تمنای مرگ کرد. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش من قبل از این می مردم. و کنت نسیا منسیا، من نسیا منسیا بودم، فراموش می شدم، چنان فراموشی که از اذهان هم پاک می شدم. اما فرشته اونجا صداش کرد از پایین. این در قسمت بالا و تپه‌ای بود که اونجا درختی بود. فناداها من تحتها، ندا کرد او را جبرئیل از پایین آن. الا تحزنی، اینکه غمگین نباش. قد جعل ربک تحتک سریا، رب تو قرار داده پایین تو، یعنی پایین قسمت بالای تپه پایین، سریا چشمه آبی، اون چشمه مخصوص تو هست. و هزی الیک بجذع النخله، و بتکان بسوی خودت تکان بده، بجنبان جذع نخله را، تنه نخله را. تساقط علیک رطبا جنیا، میریزد بر تو رطب تازه، خرمای رطب تازه بر تو میریزد. لذا این دوتا نعمت الله. فکلی واشربی وقری عینا، بخور و بنوش با نعمت مادی حسی، وقری عینا، و با نعمت معنوی چشمت را خنک کن، با عبادت، با ذکر، با یاد الله، یا اینکه با فرزند. فاما ترین من البشر احدا، علاج بدنامی اینکه میگی کنت نسیا منسیا، علاج بدنامی این است که اگر دیدی کسی را از بشر، از انسانها کسی را، اون وقت صحبت نکن. فقولی انی نذرت للرحمن صوما، من نظر کردم برای رحمان روزه را. فلن اکلم اليوم انسیا، امروز هیچ انسانی را صحبت نمی کنم. ببینید در مراد از این روزه گرفتن بود. در اون شریعت صوم عن المفطرات و عن الکلام بود، یعنی از خورد و نوش هم روزه می گرفتن و از کلام. کسی که روزه می گرفت گاهی نیت می کرد صوم عن الکلام، با هیچ که صحبت نکند. چنانچه هست و کانوا لا یتکلمون فی صیامهم، در روزه ها چی نمی گرفتن، صحبت نمی کردن. و کان قربتا فی دینهم، در دینشان یک قربتی محسوس بود. این در اون دین ثابت بود، جایز بود، اما در دین ما منسوخ شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردند. فیصح نذره وقد نهى النبی صلی الله علیه وسلم عنه، رسول الله از اون منع کرد. فهو منسوخ فی شرعنا، در شرع ما منسوخ است. چنانچه امام جساس ذکر کرده در کتاب احکام و روایت شده از ابو بکر رضی الله عنه و روی عن ابی بکر رضی الله عنه انه دخل على امرأة قد نذرت الا تتکلم، پیش زنی رفت که نذر کرده بود صحبت نکند. وقتی که اونجا رفت فقال ان الاسلام هدم هذا فتکلمی، روح المانی، ای مادر، ای خواهر، اسلامی را ممنوع کرده صحبت کن. اما در دین اونها بود بگو که من نذر کردم روزه را. فلن اکلم اليوم انسیا. فاتت به قومها تحمله، مریم آورد او را پیش قومش در حالی که او را حمل می کرد، او را حمل می کرد بر دوش. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، گفتند که ای مریم افتراء بزرگی را مرتکب شدی، بهتان بزرگی را. این چی کاری هست که بدنامی آوردی؟ فاشارت یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء، پدرت مرد بدی نبود. سوء یعنی زانی.
و ما کانت امک بغیه، مادرت هم زانیه نبود. این بدکاری در خاندان شما نبود، شما چرا؟ یا اخت هارون، بعضی گفتند که هارون برادرش بود، چنانچه تفسیر مدارک نوشته و کان اخاها من ابیها، برادرش از پدر بود، و من افضل بنی اسرائیل، از افضل ترین بنی اسرائیل. بعضی میگن نه، هارون همون هارون نبی هست، برادر موسی. در اون زمان رسم بود و الان هم هست، کسانی را که در صفاتی با کسانی دیگه تشبیه داشته باشند به اونها نسبت میدند. خیلی ها هستند خودشون را به گذشتگان نسبت میدند. مثلا یک گروهی هست خودشون را میگن فرزندان رستم، یک گروهی هست مثلا خودشون را فرزندان کوروش مینامند، فرزندان فلان شخصیت ها، یا فرزندان صحابه. اونجا هم همچنین این نسبت به خاطر این بود، بعضی میگویند والله اعلم. فاشارت الیه، به سوی عیسی اشاره کرد. اونها چی گفتند؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه سخن بگوییم با اون کسی که در گهواره صبی هست؟ این کسی که در مهد است، در گهواره هست، بچه ای هست، با او چطور صحبت کنیم؟ اونها که اینه گفتن عیسی لب سخن گشود. قال انی عبد الله، من عبدالله هستم، من بنده خاص خدا هستم. ببین اولین جمله‌ای که خداوند از زبان عیسی بیرون کرد انی عبدالله، بنده خدا، نه ابن الله. این در واقع رد نصارا هست، عبدالله هست نه ابن الله. یعنی این شبهه دور بشه، یک وقتی کسی فکر نکنه که فرزند خداست، ابنیت را رد می کند. آتانی الکتاب، کتاب به من داده، و جعلنی مبارکا، مرا مبارک قرار داده، و جعلنی مبارکا این، و جعلنی نبی، مرا نبی قرار داده، و جعلنی مبارکا اینما کنت، مرا با برکت قرار داده هر جا بودم، و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، و مرا وصیت کرده به صلات و زکات تا زمانی که من زنده باشم در دنیا، و برم بوالدتی، و نسبت به والدیم نیک باشم، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مرا جبار و ستمگر و شقی بدبخت قرار نداده. و این تکریم الهی است. و السلام علی، سلامتی بر من روزی که ولدت، یعنی از هر آفت من در امان. و یوم اموت، روزی که میمیرم. و یوم ابعث حیا، روزی که مبعوث میشوم زنده. در هر صورت سلامتی از طرف رب بر من هست. عنایت داشته باشید که عیسی علیه السلام این کلمات را گفت، یهودی ها مطمئن شدند که این آیه از آیات هست، لذا منصرف شدند از اجراء حد بر مریم. چون در دین یهود این بود که کسی اگر مرتکب عمل بی عفتی شد او را فوراً بکشند. پس وقتی که عیسی علیه السلام اینو گفت، حد را بر مریم جاری نکردند و به مریم گفتن با بچه‌ات زندگی کن. لذا عیسی با بچه‌اش زندگی کرد در مسجد الاقصی. و یک نکته‌ای که بعضی از مفسرین نوشتن اینه که عیسی علیه السلام فقط یک بار صحبت کرد، دوباره صحبت نکرد. در طفولیت همین یک بار، دیگه در طول
زمان سبا و بچگی همیش بلبل زبان نبود که برای همه مردم توضیح بده. همون ابتدا برای پاکی مادرش صحبت کرد. در میان بقیه یهود پیچید، بعضی قبول نکردن، گفتن اینا را درست کردند. بعد از اون از همون طفولیت عیسی علیه السلام دشمن داشت. یهودی ها، گروه دیگر از یهود دشمنش بودند و وقتی که کمی بزرگتر شد، حدوداً 10-12 ساله شد، بسیار نابغه بود، بسیار زرنگ و مستعد بود. عیسی علیه السلام بسیار دوست داشتنی هم بود. یهود حسد کردند. میگویند که حضرت مریم پسر عمویی داشت به نام یوسف. یوسف مریم و عیسی را، یوسف احساس خطر کرد، مریم و عیسی را برد یه جای دیگه مخفی کرد و از اونجا مدتی من باز در روستا و قریه ناصره آورد. در ناصره اونها زندگی کردند. به این خاطر بعد از اون پیروان عیسی علیه السلام را میگن نصرانی، که این منسوب به همون ناصره هست. عیسی علیه السلام در ناصره بزرگ شد و بعدا نبوت به او داده شد. در سن 30 سالگی 33 سالگی نبوت به عیسی علیه السلام داده شد، یا اینکه در 33 سالگی به آسمان ها رفت شد و نبوت در همون سبا بهش داده شد. اما عیسی علیه السلام همین که به سن فهم و درک رسید، دعوت را شروع کرد. اینجا بود که خطر برای عیسی علیه السلام روز به روز بیشتر می شد. و برم بله ذالک عیسی ابن مریم. اینجا خداوند می فرماد این هست عیسی ابن مریم. این هست عیسی ابن مریم. هم خطاب به یهود است، هم خطاب به نصارا هست. یهود هم درباره عیسی افراط کردند، او را فرزند حرام گفتند. نصارا هم چنین عیسی علیه السلام را ابن الله هو الله غیره گفتند. الله می فرماید قول الحق الذي فيه يمترون. سخن راستین، ای اقول قول الحق، سخن راستینی که در آن شک دارند. ما کان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، نفی است و همچنین زجر و توبیخ است. الله می فرماید برای الله نیست ان یتخذ من ولد، یعنی سزاوار نیست که نائبی برای خودش بگیرد. ان یتخذ من ولد، بخاری نوشته نائب. سبحانه، الله پاک است. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. هرگاه الله فیصله را بفرماید جز این نیست که به اون کن میگه، با کلمه کن فیکون میشه، یعنی به وجود میاد. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. عیسی به آنها گفت همانا الله رب من هست و رب شماست، مردم فقط او را پرستش کنید. هذا صراط مستقیم. این یعنی توحید فی العبادت صراط مستقیم است، راه راست است. خب سوال اینجاست که عیسی وقتی که به سوی توحید فراخواند، چرا همه مسیحیان پیروان عیسی توحیدی نیستند؟ الله جواب میده فاختلف الاحزاب من بینهم. احزاب بعد از عیسی فیما بینشان اختلاف کردند. چند گروه بودند. قالت النسطوریه منهم هو ابن الله. از میان مسیحیان یک گروه بود به نام نسطوریه، گفت هو ابن الله. والملکانیه ثالث و ثلاثه، گروه دیگر به نام ملکانیه، اون گفت ثالث و ثلاثه. وقالت الیعقوبیه هو الله. یعقوبیه گفت الله است. قرطبی. به هر حال این افراد، این گروه ها، دسته ها، گرایش ها بعد از اون اختلاف کردند. الله تعالی می ترساند، بیم می دهد اختلاف کنندگان را، با وجودی که می دانستند. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم.
ویل و هلاکت برای کسانی که کفر کردند. ویل بیان ویل من مشهده، یعنی صحنه روز بزرگ قیامت، در اون روز برایشون ویل هست. اسمع بهم و ابصر، الله می فرماید چقدر خدا شنواست، چقدر بیناست. هر دو فعل تعجب است، یعنی همه چیز را می داند الله، همه چیز را می بیند، می شنود. یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. الله می فرماید روزی که پیش ما برای حساب و کتاب می آیند، در اون روز الله چقدر شنوا، چقدر بینا. اما ظالمان در آن روز، اما ظالمان امروز در دنیا، الیوم نیست در دنیا، در گمراهی آشکار هستند، برای اون روز فکر نمی کنند. و انذرهم یوم الحسره، ای پیامبر از اینها را از آن روز بترسان. آن روز به یوم الحسره یاد شده، چون بسا انسان ها هستند که در اون روز حسرت می خورند. اذ قضی الامر، زمانی که امر فیصله میشه، و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون، آنها در غفلت هستند در دنیا و آنها ایمان نمی آورند. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون، ماییم وارث زمین و کسانی که روی زمین هستند به سوی ما برگردانده می شوند. لذا همه چیز برای ما میماند. شما میرید و میروید، اونجا جوابگو باشید در صورت شرک. پس این جواب شبهه درباره عیسی و زکریا بود. اینا بندگان خدا بودند، هر چی داشتند الله به اونها داد. واذکر فی الکتاب ابراهیم، اینجا دلیل نقلی هست از سیدنا ابراهیم، از سیدنا موسی، انبیاء دیگر. الله می فرماید واذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کن در کتاب ابراهیم را در قرآن. انه کان صدیقا نبیا، همانا اون ابراهیم صدیق بود، صدیق بود قولا فعلا نیتا، نبیا نبی خدا و پیامبر خدا بود. اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد، زمانی که به پدرش گفت ای پدر، لم تعبد، چرا پرستش میکنی، ما لا یسمع ولا یبصر، آن معبودانی را که نمیشنوند ندای تو را، ولا یبصر، نمی بینند فریاد تو را، و نمی بینند حاجت تو را، مشکل تو را، حال تو را. ولا یغنی عنک شیئا، هیچ مشکلی از تو دور نمی کنند، دفع نمی کنند از تو چیزی را. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، این دلیل وحی ابراهیم است. ای پدر پیش من علم آمده، یعنی وحی آمده، ما لم یأتک، آنچه که پیش تو نیامده. فاتبعنی، لذا در امر دین مرا پیروی کن. اهدیک صراطا سویا، من تو را به راه راست راهنمایی میکنم. یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پدر عبادت نکن شیطان را. این شیطان است که انسان را به سوی عبادت غیر الله وادار میکند. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بدون شک شیطان عصی و نافرمان رحمان است. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ای پدر من میترسم که بهت برسه عذابی از جانب رحمان، یعنی عذاب گریبانگیرت بشه. فتکون للشیطان ولیا، اون وقت ولی و حامی و دوست شیطان بشی. بعد از این سخن و این تبلیغ، پدر به ابراهیم گفت قال انت راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، ای ابراهیم آیا از آلهه من تو بیرغبتی؟ عن آلهتی به معنی اعراض میاد وقتی که رغبت با صله عن باشه، یعنی از خدایان من معرضی، روی گردانی. لئن لم تنتهی، با تهدیدش میکند، میگه اگر باز نیایی از موعظه توحید، لارجمنک، سنگسارت میکنم، بالحجاره، واهجرنی ملیا،
مرا ترک کن مدت طولانی، ملیا یعنی دهرا طویلا، منظور اینه که بهتر اینه که از من فاصله بگیری تا بهت ضرری نرساندم. ابراهیم گفت قال سلام، سلام یعنی خدا حافظ. این سلام تحیه نیست، دعا نیست، سلام متارکه هست، یعنی بدرود، سلام خدا حافظی باشه. سلام علیک ساستغفر لك ربی، اما این وعده را بهت میدم که از ربم برایت مغفرت بطلبم. همین از موعده وعدها ایاه، وعده که ابراهیم با او کرد. انه کان بی حفیا، اما رب نسبت به من مهربان است، عرض مرا میپذیرد. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، من از شما جدا میشم و آن معبودانی که شما عبادت میکنید میخوانید بغیر از الله. و ادعو ربی، و من میخوانم فقط و فقط ربم را. عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا، امید است که نباشم به دعای ربم محروم. یعنی چطور به دعای ربم محروم نباشم؟ به عبادت الاصنام، یعنی اینکه بت‌ها را عبادت کنم و از دعای ربم محروم بشم، از عبادت ربم و از فریاد زدن ربم انشاءالله چنین نباشم، بلکه از بت‌ها من بیزار باشم و از بت‌ها فاصله بگیرم. الله می فرماید فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، زمانی که ابراهیم از اونها جدا شد به دلیل هجرت به سوی ملک شام. ابراهیم از عراق آمد، ابتدا به مکه آمد، در راه خدا بهش هاجر را داد، هاجر را آخر گذاشت در مکه مکرمه و هاجر را الله تعالی در همون مکه فرزندی داد، اسماعیل. از اونجا به طرف شام آمد و همسر دومش ساره را آورد، یا ساره اولی بود. به هر حال آمد اینجا ملک شام. اینجا که آمد الله می فرماید وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما اسحاق و یعقوب را بخشیدیم. و کلا جعلنا نبیا، همه را ما نبی قرار دادیم، پیامبران خدا بودن. و وهبنا لهم من رحمتنا، به اینها بخشیدیم از رحمتهای خودمون. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و قرار دادیم برای اونها لسان صدق، زبان راستی، علیا بلند مرتبه. منظور از لسان صدق چیه؟ مفسرین گفتند یعنی در نسلهای آینده نیکنامی. لسان صدق یعنی چی؟ نیکنامی از ابراهیم میماند در نسلهای آینده. چنانچه علامه اندلسی در بحر المحیط نوشته لسان صدق الثناء الحسن، ثناء حسن، تعریف زیبا. الباقی علیهم آخر الابد، قاله ابن عباس رضی الله عنه. یعنی ثناء حسنی که تا ابد در این نسل میماند، همیشه ابراهیم را تعریف میکنند. واذکر فی الکتاب موسی، این دلیل دیگر از موسی است. الله می فرماید در قرآن از موسی یاد کن، موسی را ذکر کن. انه کان مخلصا، موسی علیه السلام مخلص بود، برگزیده بود، گلچین شده بود، انتخاب شده بود. و کان رسولا نبیا، و همچنین رسول الله و نبی خدا بود، هم صاحب شریعت و کتاب و هم صاحب رسالت و پیامبری. و نادیناه من جانب الطور الایمن، ما او را از جانب راست تور ندا کردیم، کوه تور. و قربناه نجیا، نزدیکش کردیم به خود برای نجی میگن سرگوشی را، حرفهای راز را. یعنی موسی را ما کلیم خود قرار دادیم
و با او سخن می گفتیم. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، از رحمت خودمون به او بخشیدیم برادرش هارون را که نبی بود. اون هم نبی حال هست از هارون، در حالی که هارون نبی بود. منظور اینه که موسی علیه السلام را تقویت کردیم با برادرش. همه انبیاء را الله در این کتاب ذکر می کند، همه صاحب رسالت، همه صاحب عبادت، همه نمازگزار. واذکر فی الکتاب اسماعیل، در قرآن اسماعیل را یاد کن. انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. اوصاف خوب با انبیاء هستند. صادق الوعد، هر نبی هر پیغمبری یک ویژگی یک خصوصیتی داره. این صفات را همه دارن، اما در یکی که برجسته تر و بارزتر باشد الله برای اون ذکر می کند. این اسماعیل صادق الوعد بود، در وعده خودش صادق بود. انسان باید صادق الوعد باشه، وعد خلاف نباشد. و کان رسولا نبیا، این هم رسول و نبی بود، هم فرستاده الله بود و هم صاحب رسالت. و کان یأمر اهله بالصلاة والزکاة، و اهلش را امر میکرد به تمام احکام، چون اهلش همون اهل مکه بودند. مادرش از اون قبیله بود، لذا به اهلش دستور میداد به همه احکام، بالخصوص بالصلاة والزکاة. ببین این هم جز بقیه احکام، اما اینها را جدا ذکر میکنه، بیانگر اهمیت نماز و زکات است. و کان عند ربه مرضیا، نزد ربش مرضی بود، پسندیده بود. واذکر فی الکتاب ادریس، در این کتاب ادریس را هم یاد کن. ادریس پیامبر خدا بود. البته درباره ادریس اطلاعات زیادی نیست، در قرآن از اوصاف ایشون زیاد ذکر نشده، یکی دو جا ذکرش آمده. فقط اینجا خدا میفرماد انه کان صدیقا نبیا، هم صدیق بود و هم نبی خدا بود. و رفعناه مکانا علیا، ما او را بلند مرتبه کردیم در مکانی بسیار علی و بلند. خب درباره ادریس علیه السلام در کتابها داریم، در تفاسیر داریم که ایشون جد امجد نوح علیه السلام بودن، پدر بزرگ نوح علیه السلام بود، پدر بزرگ نوح بود، یعنی پدر بزرگ نوح فرزند ادریس است. و ادریس میگویند لقبش هست، اسمش خنوخ بود یا اخنوخ، و لقبش را به این صورت نوشتند و گفتند که بسیاری از علما این را تایید کردند، این نسب درستی هست. خنوخ یا اخنوخ و همون ادریس که لقبش هست. اخنوخ ابن یارد ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم علیه السلام، یعنی بعد از 6 پشت به آدم میرسد. پس این از نوادگان آدم هست، قبل از نوح علیه السلام هست. و رفعناه مکانا علیا، مکان علی عرض کردم در قرآن زیاد نیست، اما در کتابهای اسرائیلی و در تورات که یکی از علما داستانی را نقل کرده و رفعناه مکانا علی را به اون ربط داده، والله اعلم چه اندازه صحت دارد. اون اینه که خدای عزوجل به ادریس وحی کرد، چون ادریس مردم را به نیکی وادار می کرد، پیغمبر خدا بود. به ادریس گفت که به سبب تبلیغی که تو می کنی، هر چه که مردم نیکی بکنند، تمام مردم دنیای اون روز
ثواب همه به تو نوشته، برای تو نوشته میشه تا روزی که تو باشی. لذا وقتی که به ادریس چنان مژده‌ای رسید، چنان بشارتی رسید، ادریس تمنا کرد بیشتر زنده بماند. برای انسان زندگی ارزش ندارد مگر زندگی ارزشمند بشه. یعنی وقتی زندگی ما ارزشمند بشه به این صورت که مفید واقع بشیم، اون وقت خدا عمر بیشتر بده که از این عمر در جهت امر به معروف، نهی از منکر، خیرخواهی انسانها، نجات و راهنمایی و هدایت بشریت استفاده کنیم. خب اون وقت انسان از خدا بخواد که بیشتر بتونه برای دین خدا خدمت بکنه. پس وقتی که به ادریس چنین گفته شد، ادریس تمنا کرد پس من بیشتر زنده بمانم، چند سال دیگه بمانم تا اینکه خداوند عزوجل برای من حسنات بیشمار بنویسد. چون چند سال دیگه بماند چندین هزار انسان دیگر را درست راهنمایی میکند. از اینجا بود که یک فرشته خاصی با ادریس علیه السلام در ارتباط بود و باش به اصطلاح دوست بود، همیشه رفت و آمد بود. وقتی که اون فرشته پیش ادریس آمد، این در تورات نوشتند ما دستور داریم لا نصدق ولا نکذب، این نوع موارد نه تصدیق میکنیم نه تکذیب، اما اگر درست باشد مصداق مکانا علیه میشه. خب آمد این فرشته پیش ادریس. ادریس به او گفت که شما از عزرائیل، حضرت عزرائیل برای من مهلت بگیرید، چند سال دیگه بتونم زنده باشم. او گفت که من تو را پیش عزرائیل میبرم، اشکالی نداره. فرشته بر بال خودش ادریس را قرار داد و سوار کرد و رفت به طرف آسمان. به آسمان چهارم که رسید با عزرائیل مواجه شد. عزرائیل داشت از بالا پایین میرفت. آسمان چهارم هم دیگر را دیدند. اون فرشته و عزرائیل با هم خوش آمدگویی کردند. بعدن اون فرشته گفت من برای سفارشی پیش تو آمدم. گفت چیه؟ گفت آمدم سفارش بکنم که عزرائیل را مهلت بده چند سالی، ببخشید ادریس را مهلت بده چند سالی دیگه موت برو نیاید، تا چند سال. عزرائیل گفت که کجا هست ادریس؟ گفت که ادریس اینجا با من است. گفت من مأموریت دارم، من به دست من که نیست، من مأموریت دارم که برم روح ادریس را بگیرم. من دارم میرم به طرف ادریس، اما در تعجب بودم از اینکه خدای عزوجل میگه روح ادریس را در آسمان چهارم بگیر. چطور برم ادریس را در آسمان چهارم بیارم؟ پس خودت اینجا آوردیش. متوجه شد که اون چیزی که دستور داده الله عزوجل به چه معنا هست. لذا اونجا روح حضرت ادریس را گرفت. بعضی میگویند که ادریس به آسمان چهارم برده شد، اونجا قرار دارد. علی ای حال مکانا علیه به این معنا هست در کمالات ادریس علیه السلام را مکان بلند مرتبه دادیم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى
الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل